20 سال پیش یه سندی نوشتیم به نام سند چشمانداز 20 ساله ایران. تو این سند ما می‌خواستیم در منطقه رتبه 1 اقتصادی و سایر حوزه‌های دیگه در منطقه بشیم. زمانی که این سند داشتیم مینوشتیم، یعنی مینوشتند، اقتصاد ایران حدود 343 میلیارد دلار بود و اقتصاد ترکیه حدود 273 میلیارد دلار. از ایران خیلی عقب‌تر بود. رسیدیم به سال 2024، اقتصاد ترکیه شد 1343 میلیارد دلار و اقتصاد ایران شد 400 و تقریبا 34 میلیارد دلار. یعنی اقتصاد ترکیه 3 برابر ایران شد. اتفاقی که افتاد، ما از تمام حوزه هایی که تو حوزه اقتصادی، از لحاظ انرژی، از لحاظ منابع بانکی، از لحاظ سایر حوزه های دیگه عقب موندیم. دلیل